إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أفلا يتدبرون القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هنگامی که منافقان نزد تو آیند سوگند میخورند و میگویند ما گواهی میدهیم که یقینا تو فرستاده الله هستی و الله میداند که بیگمان تو فرستاده او هستی و الله گواهی میدهد که منافقان یقینا دروغگو هستند. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. آنها سوگندهای خود را سپر قرار دادند پس مردم را از راه الله باز داشتند راستی که آنان چه بد می کنند. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. این بدان خاطر است که آنها ایمان آوردند سپس کافر شدند آنگاه بر دلهایشان مهر نهاده شده پس در نمی‌یابند. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ. و هنگامی که آنها را ببینی جسم و چهرهشان تو را به شگفت آورد و اگر سخن گویند به خاطر فصاحت کلامشان به سخنانشان گوش میدهی گویی آنها چوبهای تکیه داده به دیوارند هر بانگی را علیه خود میپندارند آنان دشمن حقیقی هستند. پس از آنان برحذر باش الله آنها را بکشد چگونه از حق منحرف میشوند. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. و هنگامی که به آنها گفته شود بیایید تا رسول الله برای شما آمرزش بخواهد سرهای خود را تکان میدهند و آنها را میبینی که از سخنان تو روی گردان میشوند و تکبر می‌ورزند. سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. برای آنها یکسان است که برایشان آمرزش بخواهی یا نخواهی الله هرگز آنان را نمی بخشد بیگمان الله قوم نافرمان را هدایت نمی کند. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. آنها کسانی هستند که میگویند به آنان که نزد رسول الله هستند چیزی انفاق نکنید تا از گرد او پراکنده شوند حالان که گنجینه های آسمان ها و زمین از آن الله است ولی منافقان
در نمی‌یابند. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. آنها میگویند اگر به مدینه بازگردیم یقینا صاحبان عزت فرومایگان را از آنجا بیرون می کنند، در حالی که عزت از آن الله و فرستاده او و مؤمنان است، ولی منافقان نمی دانند. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال و فرزندانتان شما را از یاد الله غافل نکند و هر کس که چنین کند آنان زیانکارانند. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. و از آنچه به شما روزی داده ایم در راه الله انفاق کنید پیش از آن که مرگ به سراغ یکی از شما آید و بگوید پروردگارا ای کاش مرگ مرا مدت کمی به تأخیر میانداختی تا در راه تو صدقه دهم و از نیکوکاران باشم. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولی هر کس اجلش فرا رسد هرگز الله آن را به تأخیر نمی اندازد و الله از آن چه می کنید آگاه است. إن